روز یکشنبه در شهر دمشق ازدحام اعتراضگران از مقامداران نو سوریه طلب کرد که به زدوخوردهای مرگبار که باعث فوت مردم زیادی ملکی گردیده اند خاتمه بخشند. از 7 مارس به این طرف در زادگاه رهبری برکنار شده سوریه بشار اسد زدوخوردهای خونین میان پیروان رهبر سابق و نیروهای صادق به حکومت نو سوریه ادامه دارند. روز یکشنبه در کنار یک مسجد دمشق رهبر موقت سوریه احمد الشرع جانب‌های درگیر را به صلح و آرامی دعوت نموده وعده داد که به جنگ‌ها خاتمه می‌بخشد. او از مردم سوریه تقاضا کرد نظم و ثبات را حفظ نمایند و امکان ندهند که اختلاف‌های مذهبی کشور را به جنگ شهروندی کشند. در این بین ساکنان مناطق ساحلی ولایت لاذقیه زادگاه رهبر سابق سوریه بشار اسد که به مرکز مقاومت تبدیل یافته است قربانی‌های برخوردهای اخیر را به خاک می‌سپارند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه ابراز داشته است که در زدوخوردهای 4 روز اخیر بیش از 1000 نفر و اساساً مردم ملکی به قتل رسیده است. به قول این گروه مستقل در بین قربانی‌ها زنان و کودکان پیروی مذهب علوی یعنی هم مذهب با اسد به قید گرفته شدند. مقامات سوریه میگویند ناآرامی‌ها زمان شروع شدند که روز 7 مارس پیروان حکومت سابق نیروهای صادق به حکومت نو سوریه را هدف حمله‌هایشان قرار دادند. من برای طفل 7 ساله‌ام غذا گرم می‌کردم. او بالا برآمد. ناگاه از پایان از بینای همسایه صدای تیر آمد و دیدم که دستم جراحت برداشته است. چند تیر دیگر از نزدم گذشت و خونشار شدم. در جواب برای خاموش نمودن آشوب حکومتداران نو سوریه به لاذقیه نیروهای تازه نفس فرستادند. مقامداران سوریه اصرار می‌ورزند که کشتار مردم ملکی در دهات پیروان مذهب علوی بر دوش گروه‌های سرکش است که خودسرانه به مناقشه همراه شدند. خبرنگار ریترز جسدهای 10 فرد ملکی را به چشم خود دیده است که در کوچه‌های لاذقیه می‌خوابیدند. رهبر موقت سوریه میگوید هم پیروان اسد و هم مسئولان جنایت‌ها به جوابگری کشیده خواهند شد. ما تصدیق میکنیم که بدون تردید افراد شریک در اذیت و ریختن خون مردم آسایشته و همچنان آنهایی را که از صلاحیت دولتی بیرون رفته به نفع خود اقدام کردند به جوابگری میکشیم. روز یکشنبه دستگاه احمد الشرع یادآور شد که یک نهاد مستقل برای تحقیق زدوخوردها و کشتارهای مردم ملکی تأسیس داده می شود.